گل اومد بهار اومد گل اومد. سلام، چطوری بچه های خوشی من، ناز من، الهی فداتون بشم. آخه من براتون کوله پشتی گم شده آوردم. حالا بگو چجوری؟ بگو. با 1000 تا بدبختی، با 1000 تا دشواری. نمیدونی تو میدونی چه سنگایی که جلوی پام مینداختن. یه قدم میذاشتم یه سنگ جلوی پام بود. تگرگ اومد، سیل اومد، همه اینا رو براتون گرفتم آوردم. گفتم باید اینو من بگیرم، این سهم منه. بریم سراغ باز کردنش. بریم که زیپشو وا. یه چیز سم دیدم. نگو ببین من اینو واقعا خیلی طول کشیده تا پیدا کنم. 1000 ساعت بهم نمیدادن. بیارمش بیرون. آره. ببینم مال منه. کچمت بچه. بده نشونش بدم. یه عروسک داغون، حتما عروسک بچگیاش بوده. دیدی بعضی یه عروسک دارن همیشه کنارشونه، چون فقط میتونه همون باشه. کلش که گوش در اومد. اینه بچه‌ها، اینه کله سوگنده. اگه ویدیو رو خیلی لایک کنین، خیلی کامنت بذارین، بهتون نشون میدم سوگن کچله. بذار لختش کنم ببینیم چه شکلیه. نه دیگه نشون بچه دختره. نه کیفیتش خیلی خوبه خدا وکیلی. دیگه موبایل بزن دخترش رو تا کیفیتشو بفهم. آخه قشنگ همه اعضای بدنش قشنگ اینجوری پشتش چاله. بعدی اسپره به درد نمیخوره. اسپره نزن مگه مریض. بذار اینو گوشه میده. بابا چقدر میزنی؟ شاید طارق انقداش گذشته باشه. مجبوردم به خدا گوش رفت تو کلمون. بره منی گوش خوب نداره. منی فکر خار مادرش بکنم. نه واسه ویکتوریا سکرت عطر گذاشتم از طرف مادر عروس. بعدی یه لباسه قشنگ مال خودته. تونی بخوری؟ یه لباس زشت داغان پیرنه. آخه لباس مام بزرگا شبا میخوابم برای. دیدین بچه شما بچه بودین مام بزرگتون میومد براتون قصه بگه؟ مام بزرگ من 10 سال هر شب یه قصه تکراری میگفت بهم. بریم سراغ بعدی. این چیه؟ این از این دوداست که اینجوری میکنه. آخه چرا من داره چیکار میکنه؟ اود. این از این اوداست که میگن خوشبو میکنه، انرژی منفی ها رو دور میکنه. ولی خب چرا باید تو کیف باشه؟ من اینو میگم تو خیابون دود میکنه. این از ایناست که چیزش میکنه، آتیشش میزنی بوی جنگل و اینا بهت میده. باعث ببینی روش چش نظرم داره. فکر کنم دوانویس بوده یارو، وگرنه اینو برای چی بذاری تو کیفت با خود ببریم ور اون ور؟ نکن میریزه. بریم سراغ بعدی. چه بدی پرتش کنم؟ نه عزیزم اینو باید بزنیم اینجا دعاییه. همینو در میارم. این دیگه چیه؟ تاپه. پشتش هم توریه. وای چرا دستکش نپوشیدم من؟ الان کسیف میشه. وایس برو درم بشم. من که دستکش نمیپوشم. من اومدم بچه ها. یه لباس فوق العاده دهاتی. پشتش هم توریه. خیلی لاکچریه. میخوای تو برش دار بندازیم اون بر. یه لباس دیگه. یه لباس رنگ و رو رفته که داغون. این زرده. زیر بغلاش زرد. بچه ها میتونن
من ببینم. میتونید ببینید زیر بغلاش زرده. ای فکر کنم پوشیده گذاشته تو کی. بنداز اون ور. بندازش اون ور. بگیرینش. این چیه زده بیرون؟ مداده. مداد چوبیه. آقا بده منم ببینم. چقدر گونده. مادر خیلی فادر مادر چوبیه. باحاله این. خوشگله. من از این وسایل خیلی خوشم میاد. قابلتو نداره. خواهش میکنم. آقا یه چیز جذاب میخوام. چیه؟ یه چیز جذاب. وزیر پوش مردونه است. تو دست نزن دیگه. چقدرم سیاه شده. دست نزن. این برای زرده. پشتش زرده بچه‌ها. شده. اینو دیگه کجا میخواسته با خودش قشنگ ببره؟ ببینن چقدر زرده. اگه خیلی خسیس باشه اینو باید ببره دیگه دستمالش کنه دیگه. اینو کجا واقعا میخواست ببره؟ نکنه این زیرپوشه همونه که میخواسته واسش دعا بگیره با این اوده. با اون مداد چوبیه. شاید میره تو آشغاله. من از اینا خیلی دوست دارم. حباب زنه. حداقل پولمون که در نمیاد یه چیزی میاد باعث خوشحالیمون بشه. آخه تو بلد نیستی. بده من. حبابم را بگیر مگر نگفتم حبابی. اتوموی مسافرتیه. استفاده شده یعنی؟ نه پلمبه. خرابه سره. چرا؟ سرش یه دونه از اینا داره یه دونه نداره. میگم خرابه سرش. میگه چرا؟ من خیلی از اینا دوست داشتم. چیه دیگه؟ من اینو میخوام باز کنم. نمی‌ذاری آقا. یه دستکشو بود جبل گفت صندوقه. ببین قشنگ طلسم کار بوده یارو. به خدا دوانویس بوده. مگه میشه؟ زنگوله داره. این چی؟ اینو بگی؟ زنگوله با یه بند زرد آویزونه بهش. ببینم. به به منم منم باید داشته باشه. نکنه نباید به اینو دست بزنی. اون یکی هم چیزه. درش به بچه ها ببینم. از من دست کنم به گردن آبچین. این تسبیحه و یه دونه صلیب روش آویزونه با پر. میبینید بچه ها؟ قشنگ فکر کنم دعانویس بوده. مگه میشه؟ ولی خوشگله. و بندازم گردنم. فکر کنم دعانویس بوده. داشته مثلا میرفته یک دو روزه یه جایی اینا رو هم بسته میبسته. مثلا ارواح میومدن صدا میومد. یه نخم بهش آویزونه. نکنه این تلس کنه ما رو الان. بده من. آی تلس منو گرفت. بعدی ریست. چقدر زیاده. من میخوام. من خیلی ریسه دوست دارم. بدم ببینیم چه رنگیه. ها اینجا نداریم ریز اون پشتن. رنگش بنفشه. به نظرتون طلسمیه یا میتونیم نگهش داریم؟ چی داره توش؟ چی داره؟ وای هیچی نمونده. یه دونه چیز دیگه مونده. من درش میارم. چقدر باحاله این چیه؟ بیا بده من درش میارم. دستاتو ببینیز تو وایتکس. چی در نمیاد؟ اینو چجوری کرده؟ تیرکمونه. به این چی میگن به اینا؟ چقدر باحاله. فکر کنم خودش درست کرده. اینجاهاش چسب زده. اینجاهاش هم یه چیزیه. چقدر باحاله. چه چیزایی داشتش. بعد
بچه ها لایکو بزنید، لایکو بکوبون. چقدر چیزای باحالی داشتیم تو اون چمدونه، انقدر چیزای باحال نداشت که تو این داشت، چیز ارزشمند داشت. اگه ندیدین برین حتما ببینین چه چیزای خوب پیدا کردیم که مورد استفاده. خیلی من از این خوشم اومد، خیلی خوشم ببینم. بعد یه چیزی اینجا هست تمام شد. شرم استفاده این حشمت سوگند دوهانویس بوده. من گفتم اصلا احساس میکنم یه انرژی تو این خونه سلام. نکنه یه چیزی بشه. ببین شمع رو استفاده شده ریخته. خدا چمدونای آشغالو برم دارم میدم به ما. معلوم نیست یارو رمال بوده چی بوده. تموم شد قصه ما، تموم شد قصه ما با دعا تموم شد. اینو بگیر و آهنگو بخون. آهنگ خدافزی دوستان من. منو میبینی به من میگن سیاه‌بخت، به من نخندین آدمای خوشبخت. اگه بازخواستین از این ویدیو براتون بگیریم، عین سری پیش چمدون بزرگترشو بگیریم یا عین این سری کوله پشتی بگیریم، باز برامون حتما بنویسین که من رفتم باز براتون یکی دیگه بگیرم. یادتون نره حتما ویدیومون رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. خدافظ.